الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و برادران عزیز مهربان، امروزه در زمانی ما و شما در آخرین زمان ما و شما مشاهده میکنیم که گناه و معصیت، نافرمانبرداری از الله، فحش و منتشر شده است، همه جا را در بر گرفته است. اگر حتی بیرون اگر ببرای هر جا که هر طرف که نگاه کنی، طرف پیش، طرف راست، چپ، هر جا اگر نگاه کنی تاسفانه چشم انسان به حرام میخوره. یعنی خیلی قین شدگی همه جا حرام. اهل باطل، اهل فاسق دارن شب روز کار میکنن تا حتی اگر راننده هم باشی سری ماشین ده، تا حتی اگر نگاه کنی رکلام هاشونه، تا حتی همه عکس ها و صورت های دخترای لخت و برهنه حرام هستند. هر جمعیت که برای سخن از باطل است، سخن از دنیاست، سخن از غیبت، نمامه، جنگدازی، گناه، معصیت، یعنی خدا ترسی و تقوا خیلی کم شده است. با وجودی که مسلمان زیاد مول است، اما خدا ترس متقی خیلی کم. پناه به الله. مردم از هر طرف به دروازه‌های حرام هجوم میارند، به یگان بک، به یگان ترس و تا اونجا که شرم حیام خیلی کم شدگیه. خیلی کم انسان است که از الله شرم بداره، خجالت بکشه، که هر کاری که هر گناه معصیت که انجام میدهد دست به حرام میزند، از دید از چشم الله سبحانه و تعالی پنهان نمیتواند باشد. الله میبینه هر اعمال ما و شما را. الله تبارک و تعالی فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان كنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یعنی انسان در این شب روز نمیتونه از کامیراهای که این منصوب نصب کرده شده است پنهان شده. چه خیلی میتونه از کامیرای الله پنهان شد؟ کامیراهای دنیا در تاریکی نمیتونن ببینن خطر، نمیدونن اون چیزی که در این درون است ویدیو و نسخه برداری کنن. اما کامیرای الله سبحانه و تعالی شب روز، چی در روشنی چی در تاریکی، هیچ فرقی ندارد. هر چی که در دل است در سینه هست، هر چی که در اینجا است نسخه برداری میکنه. هیچ امکانی نداره که از دید الله پنهان شوی. هیچ قدرت و توانایی نداره یگان کار اعمال بد انسان از الله بپوشونه. احصاه الله و نسوه. الله تبارک و تعالی در محکم تنزیل در سوره مبارکه مجدله میفرماید که احصاه الله و نسوه. انسان اعمالش کردش تا حتی فراموش میکند، اما الله تبارک و تعالی فراموش نمیکند. متاسفانه در این وقتی ما و شما خیلی کم شده که شرم حیا، بخصوص زنها به شرم به حیات شدن. اصلا وقتی من نگاه میکنی منظره را نگاه میکنی، اصلا
دیگر انسان هم بدونه کی است اینجا مرد، کی است شوهر است، کی است زن. یعنی زنانی که بد اخلاق، به شرم، به حیا، سخنایی که یک روز من از پیش بازار رد شدم، سبحان پناه به الله، اون سخنایی که زنها صحبت میکردن شنیدم، سبحان الله، خطا نمیکنم، مرد انسان شرم حیا میکشه اون سخنایی که بزنه، اون سخنای زنها زدن، اون سخنای من شنیدم، اعوذ بالله پناه به الله. یعنی همه جا معصیت، گناه، فساد، تباه، فتنه، نسبت پدر، نسبت مادر، نسبت فرزند، زن و فرزند، اکا و اکا و جنگ جدال. حافظ رحمه الله شعر دارد درباره همین گناه و معصیت، حرام، جنگ جدال. در آن رباعیاتش میفرماید که این چه شور است در این دور قمر میبینم، این چه شور است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. این چه شور است، یعنی این چه فتنه است، این چه غوغاست، این چه بدبختی است که در دور قمر میبینم، در تمام دنیا من میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم، تمام سراسر دنیا را پر از فتنه و بدبختی میبینم، به شرم، به حیایی میبینم، گناه و معصیت میبینم، جنگ جدال میبینم. هر کس روزی بهی میطلبد از ایام، علت آن است که هر روز، علت آن است که هر روز بدتر میبینم. واقعیت همین خیلی است، هر روز بدتر، روز به روز رفته بدتر میشود. این انسان ها رو چی شده؟ پناه به الله. ابلهان را همه شربت زیگلاب قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. یعنی ابلهان، فرما ابله جاهل بی عقل. شربت یعنی که شراب، نان و نمک، خورد خوراک، منظورش ثروت، داراییش است. ابله انسان بی عقل، بد اخلاق، بدکار، دارایی سرایش ماده است. اما قوت دانا، انسان داناست، انسان با علم، با فرهنگ، با دانش، با اخلاق، انسان خوب میبینم که چی؟ خون جگر مختلف در زندگیشون خیلی سخت است. ابله انسان احمق، تقه داره، به سبب تقاش کار کردارش رفته است، به سبب انا پست و مقام خیش تبایش رفته است. اما کسانی که علم دانش دارن زندگیشون خیلی سخت است. در ادامه میفرماید که اسب تازه شده مجروح، به زیر پالان طوق زرین، همه بر گردن خر میبینم. سبحان الله. اسب تازه یعنی که بهترین اسب، اسبای عربی، اسبای با بگیم پلمینای مانده، طوق زرین یعنی گردنبند طلایی زرین در گردن خرا میمونن. یعنی انسان با علم، با هنر بیچاره خار و ذلیل شده این زمان، اما مردم ابله، جاهل، بی عقل، صاحب منصب شدگی است، صاحب کار بار شدگی است. هر جا که صاحب علم خوره، خاطر علمش پریشونه، اون علم داره، اون سواد داره. ابله جاهل برای که از بجای اینکه از علمش کار بگیره، از بین ببرم صاحب علم، تو مبادا جا و مال من بگیره، پست و مقام من بگیره. صاحب علم منوز خار است. واقعا دوربینی حافظ شیرازی رو میگه از چه خیلی دور میدیدم. اگر
حافظ در این زمانی ما شما میشید اگر سبحان الله نمیدونم چی، ولی اون وقتی شعر گفته بود خیلی خوب بود، خیلی زمانه خوب بود، خیلی مردم با اخلاق بودن، خیلی با آدمگری داشتن، انسانیت داشتن، یعنی رحم، مهربانی و شفقت خدا ترسی کم کم بود. سبحان الله اگر میدید زمانی ما را. دختران را همه در جنگ و جدل با مادر دختران را همه در جنگ و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحم نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. واقعا میخیر نیست؟ برادر به برادر چقدر دشمنی داره. تو حتی برای بازی کودکای صغیر طفل میدهشون که وقتی بازی جنگ میکنند، برادرای کلانسال جنگ میکنند با هم دیگر، فرزندان کودکشون خرسالشون 5 دقیقه بعد آشتی میکنن، صلح میکنن، چون کودک هم اما 20 سال 30 سال با هم دیگر قهری هستن. نعوذ بالله. چقدر پسرها اصلا قدری پدر رو نمیدونن، احمد احترام پدر رو نمیدونن، اذیت آزار خفه. یک روز نو به یک برادر تلفن کرد که طلبی کمک کرد که پسرم مرا مثلا بسیار اذیت آزار رسونده است، گوشم نمیکنه، تماما گپ زدش نمیشه، گپ سخنم نمیره به اون طرف، گوش نمیکنه اصلا، تو حتی دست میبرداره. در همین امریکا، در همینجا به طرف مادرش دست روش میکنه. من دیگه نمیدونم بیا که جین زده فلان زده، برادر از این جین نزده است، اون فرزند کوچه هست، فرزند امریکا است. وقتی که من این برادر رو میدونم 15-20 سالش در امریکا کار میکنه، 12 ساعت 14-15 ساعت در کاره. تربیه فرزند موندی، تربیه فرزند موند، 14-15 ساعت کار میکنه، در روزش خونه میره حالا طعامش هم میخوره. ای کاش که نیم ساعت وقت جدا میکرد با فرزنداش، صحبت میکرد، تربیت تعلیم میداد. یا همون اگر که وقتم پیدا نیم ساعت هم پیدا شه، یا که تلویزیون یا که اینترنت، یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام دیگه و دیگه و دیگه. فرزند موند اخی، فرزند تربیت نکردی، هر چی که کردی همون رو میگیری. هر چی کردی تربیت نکردی، امروز شتا و موش میگیرد فرزند. از مکافات عمل غافل مشو، از مکافات عمل غافل مشو. جوز جو بریاد گندم زی گندم، هرگز جو کاشتی گندم نمیگیری، یا گندم کاشتی جو نمیگیری. حافظ در ادامه میفرماید که پند حافظ بشنو حاجه، پند حافظ بشنو حاجه، برو نیکی کن، برو نیکی کن. که من این پند به از گنج و گوهر میبینم. واقعا همین خیلی سخنهای در اینجا صحبت شده از آیات های الله تبارک و تعالی و حدیث هایی که با این تربیت بهتر از پل چیز هستند. امروز برادر دارایی داره، مال داره، ثروت داره، اما خوشبختی نداره. در خونش اصلا سخنش به درد نمیخوره، هیچ کس اهمیتش نمیخونه که اصلا تو همین خیلی پدر هستی در خونه وجود دارد. این همون واقعا همین خیلی 1400-1500 سال پیش تقریبا پیغمبر ما علیه السلام پیشگویی کرده بودن، معجزات پیغمبر خدا که فرمودن بادروا بالاعمال الصالحه، شما بیشتر باید بسوی اعمال صالحه، شما تیز بسیار اعمال شایسته، اعمال صالح انجام بدید. چرا؟ چون که در آینده در این زمان ما و شما فتنه های بلند میشه، فتنه های میآیند.
که قطع ظلمات لیل، مثل پارچه های تاریک های شب. هرچند شب که شود بیگاه کشید، روز تاریک می شود. تا چند که شب که می رود، روز بر روز، تا چند که رفته شب تاریک و تاریک تر می شود. یعنی تا چند که می رود، فتنه ها، دشمنی ها، جنگ جدال، بدبختی ها، حرام، معصیت، گناه زیادتر می شود، مولتر می شود. پیغمبر خدا علیه السلام می فرمایند که تا اونجا فتنه، معصیت، گناه هجوم میارد، حرکت میکنه که یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، او یمسی مؤمنا و یصبح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا. سبحان الله. یعنی تا اونجا میرود دیگه در روی زمین فساد، گناه، معصیت، ترک خدا که انسان مؤمن یعنی که مشغول دنیا میشه. تا اونجا کار و بار، مال، چیز، دارایی، پول، مشغولیت دنیا تا اونجا که از خودش فراموش میکنه. که تا اونجا انسان وقتی که از دنیا برمیگرده خونش میآید، مؤمن است در حالی که مسلمان است، اما که شب سپری میکنه در خونش، سب بلند میشه الکی کافر شده است. سببش چیه؟ او در خونه کو، در بیرون نیست کو. سببش تلویزیون، اینترنت برادران، یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و دیگر شبکه ها. شب روز اهل باطل کار میکنن در حالی ما و شما خوب هستیم. شیخ نبیل العوضی در یک سخنرانی سخن میکرد. وقتی که گوش کردم گفت که دشمن 400 کانال و 23,000 سایت یعنی که باز کردن که شب روز فیلم ها و کینوهای مبتذل حرام منتشر میکنن تا مردم بندگان الله از الله بزنن، از راه سعادت، از راه حق به باطل به جهنم ببرن. حالا که اون یعنی اون وقت تا این زمان ما و شما را چندین هزار گه با سایت کانال روی کردم. او پیغمبر ما، پیغمبر دلسوز مهربان ما و شما 1500 سال پیش خبر داده بود، آگاه ساخته بود ما و شما را. او با خبر باشین انسان خانهش میاد مؤمن است، پگاهی سحری از خانهش بیرون کافر چی معنی داره؟ همین است دیگه. آخه اینترنت، تلویزیون، چقدر حرام تماشا میکنه. یا که از خانهش بیرون میبره، مسلمان است اما بعد از اینکه دنیا خانه یعنی بیگاه خانه میاد برمیگرده از دنیا کار و بار فرار دنیا الکی کافر شده نعوذ بالله. سببش یبیع دینه بعرض من الدنیا، یعنی دین چه آیین چه با یک پارچه ناچیزی دنیای فورنی نعوذ بالله میفروشه. همه فتنه، همه شر. برادر عزیز، زمانی که یک نظر بر دختر لخت برهنه میکنی فرنه در بیرون، در یوتیوب، در شبکه‌های اینترنتی، چقدر این خطرناک داره که پیغمبر خدا سلام در حدیثش یعنی که حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت میکنه پیغمبر خدا که علیه السلام فرمودند النظرة سهم من سهام ابلیس المسمومه، نظر کردن به حرام بر زنهای لخت برهنه و فیلم های مبتذل، یعنی این یک تیر زهر آلود از تیرهای ابلیس هستند که اگر انسان وقتی که نظر به حرام میکنه، یعنی اون تیر زهر آلود ابلیس و شیطان در قلب ایمان انسان میزنه. اگر هر چی که در اینجا باشد از بین میبرد، میکشد، هلاک میکنه اینجا ایمانه. نه فقط تیر زهر آلود، اگر با تیر از دبر نبرد یعنی که زهرش بکر تأثیر سختر، ضرر سختر، مولتر بدهد. فمن ترك من خوف الله اثابه الله عز وجل ایمانا یجد حلوته فی قلبی. هر کس اگر همین نظر حرام، نظر کردن به سوی حرام،
از الله دیده بترسه ترک بکند لیله، در عوض الله سبحانه و تعالی چنان ایمانی میده که لذت احساس میکنند، لذت و شیرین ایمان احساس میکنند. البته از ما و شما هستن کسانی که انشاءالله الله رو دوست میدارن، از محرمات چشمش میپوشن. وقتی که چشم نمیپوشن از الله چقدر شیرینی سبحان الله احساس این کنی. الله اکبر، چقدر دوستی الله، دستگیری الله، محبت الله انسان در قلبش دوست میکنه. صحابه پیغمبر خدا میفرمایند نگاه نکن با کوچکی گناه، بلکه نگاه کن کی را تو معصیت کردی، کی را سر نافرمانبرداری کردی. الله عظیم عزیز، خالق تمام هستی. برادران عزیز، از الله ترسیدن در کار، گناه و معصیت حرام خیلی خطرناک است، ویروس است. انتی ویروس توبه و برگشت به سوی الله مهربان است که شب و روز در منتظر برگشت ما و شماست و از برگشت ما و شما خوشحال می شود. پیغمبر خدا خصوصا در حدیث روایت میکنند که ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكته سوداء. هر زمان بنده دست به گناه بزند، دست به حرام بزند، هر کار حرامی بکنه، فرق نداره، نو، سیگارت، ریبا، ریا، قمار، کازینو، دیسکوتک، موسیقی، غیبت، سخنچینی، بد گفتن، جنگ، جدال، ظلم و ستم، پول حرام، مال مردم به ناحق خوردن، رشوه گیری، هر کار حرامی که دست بزنه. رسول معظم اسلام مثلا فرمایند که یعنی اون دل و قلب پاکی که الله برای بندهش داده بود که پر از صفیفت، صمیمیت و محبت الله است، بعد از دست دادن به گناهش هر زمان که دست داد یک نکتت فی قلبی نکته سودا، هر یک انجام دادن حرامش یک نکته به دست به دیلش یک نکته سیاه زده می شود. اگر در انسان بنده توبه بکنه بر بگردد، اون نکته سیاه در دل سفید پاکش پاک می شود، خداوند از بین میبرش. اما هر دفعه اگر که ادامه داد فإن تاب ونزل واستقل قلبه وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه. اگر که انسان توبه نکنه از گناه ادامه بدهد تا اونجا میره که دیلش تمام شد، یعنی که سیاهی و تاریکی، ظلمت، گناه و معصیت پر میکنه، میگیره. هر جایی که سراغ هدایت و نور هدایت باشه اونجا را پر میکند. اگر انسان هم بخواد که نمیتونه به سوی هدایت بیاد، قلب همه سیاه است، زنگ زده، پوسیده، مرده، دل مرده است. وقتی که سخن از الله و رسول میشه اصلا احساس نمیکند. و چون که دل مرد، پوسید، از بین رفت. و در ادامه حدیث پیغمبر ما فرمودند که فذلك الران الذي ذكره الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. یعنی این نتیجه همون کار کردار دلی پوسیده زنگوه است که در دلهاشون بود. یعنی این صفت کافر منافق است. بدترین مخلوق الله کافر منافق که در سوره بینه همه میخونن که خداوند اعلام کردن بهترین مخلوق الله مسلمانان، کسانی که ایمان آوردن و اعمال صالح، اما بدترینشون کسانی که کافر ورزیدن به الله ایمان نآوردن. یعنی که بدترین صفتی مخلوق خدا این است که دلهاشون زنگ زدن به سبب دل زدگی، زنگ زدگی دلهاشون، یعنی که شب روز دارند اعمال بد انجام میدهند. صفتاش اینه که ترک نماز میکنن، ریبا میخورن، حرام میخورن، ظلم میکنن، ستم میکنن. برادران عزیز، گناه و معصیت قرض است. قرض، المعصیت دین، علما میفرمایند. یعنی قرض گرفتی حتما باید چکنی
قرض بپردازی. با صاحب قرض صاحب باید بپردازیش. گناه معصیت که حتما با جواب بدی. در هر کس با دست با شتات میزنن. هر که غیبت سخن ترا غیبت سخن میشود. یعنی که باید جواب بدی با گناه. قول مکحول الشامی رحمت الله میفرماید که رأیت رجل یبکی فی صلاته فتهمته بالرياء فحرمت البكاء سنة كاملة. الشامی رحمت الله علیه میفرماید یک روزها من یک انسان دیدم که نماز میخون در نماز یعنی گریه کرد نتونست. من میگم فکری بعدش کردم که البته این ریو میکنه خودنمایشی کیس است. سبحان الله میفرماید بخصابه همین گناهم یک سال کامل من نتونستم در پیشگاه الله عظیم گریه کنم. یک سال کامل من محروم شدم از گریه. یعنی گناه خطرناک است. یعنی گناه چیزی هست که نعمت از بین میبرد. عافیت تنجی امانت از بین میبرد. چه خیلی که علی رضی الله عنه فرمودند اون مرد بزرگوار صحابه پیغمبر خدا خلیفه راشدین فرمودند که ما نزل بالا الا بذنوب ولا رفع الا بتوبه. یعنی که در زندگی اگه سختی مشکلی بالا نمیآید مگر به سبب چی؟ گناه کردی سختی پس میاد خور و ذلیل میشن انسان. ولا رفع الا بتوبه. این مشکلی این سختی این بلا و مصیبت از بین نبره مگر از بین نمی رود مگر با توبه بازگشت به سوی الله سبحانه تعالی. خدا رحمت نه شاعر میفرماید که شاعر عربی که اذا كنت في نعمه فرعاها اذا كنت في نعمه فرعاها فان المعاصي تزيل النعمه. زمانی که تو ای برادر عزیز در نعمت زندگی میکنی زندگی خوب داری آسون برکت داری محافظت کن نعمت خدا را. با چه خیلی محافظت کنیم؟ یعنی که به ترک گناه فإن معاصی تزیل النعمه. گناه حرام نعمت از بین میبرد. و حطها بطاعت رب العباد با طاعت و فرمانبرداری از رب العباد ترک معصیت ترک گناه که از گناه دست بردار. فرب العباد سریع النقم. رب العباد پروردگار رب العباد رب عباد یعنی که سریع الانتقام است زود انتقام میگیره. و ایاک و الظلم مهما استطعت فالظلم العباد شدید الوخم. احتیاط که سخت مهنت بکش دست بردار از ظلم و ستم. فالظلم العباد شدید الوخم. ظلم ستم کردی برادری بندگان الله را یعنی این سببش بسیار خور و ذلیل میاره. و سافر بقلبك بین الوراء لتبصر آثار من قد ظلم. یعنی که تو سر گشت که مابین مردم مابین کشورها ببین نتیجه ظلم ستم چی خیل بود. نتیجه ظلم ستم چی خیل بود که الله تبارک و تعالی در قرآن چندین جان در برای اقوام و ملت هایی که و امت هایی که پیش از امت محمد صلی الله علیه و زندگی میکردن آنها را در کلام پاکش برای ما و شما بیان و تربیت بکنه. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قوم نوح قوم عاد قوم ثمود قوم لوط قوم شعیب همه را الله سبحانه و تعالی هلاک نابود کرد. همه ما و شما تمام نه فقط ما و شما تمام مردم روی زمین کره زمین میدونن چه مسلمان چه غیر مسلمان همه را اینا میدونن. اما این عذاب خیلی دوره نه. قوم نوح خداوند هلاک کرد همه را از بین برد خیلی دوره نه والله خیلی نزدیک عذاب الله سبحانه و تعالی. گناه معصیت ذهن کم میکند. وقت گناه معصیت خیلی ذهن کم میکند و انسان محروم میکند از طاعت عبادت الله سبحانه و تعالی. یک روز امام شافعی رحمت الله شکایت کردن
برای ذهنش استاد گفتن که یک شعر هم دارد میفرماد که شکوت الی وکیع سوء حفظی، بسوی میگه که وکیع شکایت کردم که ذهن من خیلی کن. امام شافعی رحمت الله علیه یکی از امتی، یعنی که امام، یعنی که اهل سنت جماعت، یعنی که مسلمانان میفهمند که شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، من یعنی ارشاد کردن، راهنماد کردن که ای شافعی، ای محمد ابن ادریس، در ترک معصیت بکن، ترک گناه بکن، ترک حرام بکن. و اخبرنی بان العلم نور و نور الله لا یهدی للعاصی. یعنی من آگاه ساخت و فرمود که بدون که یعنی که این علم نور است از نور الهی. این نور الهی یعنی که علم الله سبحانه و تعالی بر انسان معاصی گناهکار نمیتید. انسانی که پاک دامن از خدا ترس از الله میترسه، به الله ایمان داره، به الله اخلاص داره، محبت داره، هر جایی است که از الله میترسه، الله حاضر ناظر میدونه، اعمالش میدونه، دست از محرمات ها میکشه، متقی میشه، بعد الله سبحانه و تعالی علمش برای انسان میدهد. خیلی هیچ یک نفر ما و شما اومده نیست که طعامش غذاش در ظرف کاسه نجاست آلوی بریزه بخوره. هیچ کس طعمش نمیگیره. کاسه رو چقدر تازه و پاک میشویی. الله سبحانه و تعالی علم به اون کسی که مفاجر فاسق است نمیدهد. فسق، گناه، معصیت، حرام در انسان ظالم اسلام نمیتیه علم. یعنی که تمام میکنیم ان شاء الله، وقت رفت. بله. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که چنان الله عبادت بکن، یعنی چنان ترک گناه و معصیت کن که گویا تو الله سبحانه و تعالی میبینی، الله دیده ایست. چنان از الله بترس که گویا الله هم میبینی. حاضر ناظر اعمال بدون. اگر که نتونستی، دوم درجه این است که یعنی که ترک گناه و معصیت که گویا که الله تو را دیده ایست. این احسان است، درجه احسان است. وقتی که میبینید تاریخ چقدر برادرای ما و شما، این عثمان رضی الله عنه وقتی که در نماز ایستاد میشود، سبحان الله، تمام قرآن در یک رکعت تلاوت میکنه. برای چی؟ سبب چی؟ برای که شیرینی و لذت قرآن میدونه، خونده است از قرار کردن نمیتونه. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه وقتی که یکی از صحابه کرام وقت داخل میشن نزدش، گریسته است، زار گریسته است. میگم من یوب کی که یا ابن عباس ما چی سرا گریستم، برای چی گریه میکنی؟ میگه که حجاج بن یوسف و ولید امیرش مثلا نماز با تأخیر انداختن، نماز با تأخیر، قضا با تأخیر، یعنی از اول وقت نخوندن، یک کمی تأخیرش دادم. میگه که من زیغ شدم، مثلا سببش همین گریسته استم که ولی قضا نه، چقدر ما نماز قضا میکنن. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وقتی که ایستاد، وقتی که ازدواج میکنه، شب زفاف، شب اول وقتی نزد همسرش میدروه، سلام علیکم و علیکم السلام، سبحان الله، میگه حاضر میام در رکعت نماز بخونم. عبدالله بن عمر رضی الله عنه، یعنی عبدالله بن عمر رضی الله عنه یعنی کسی به شخصیتی بود که هم حدیث بود، هم یعنی که زهد و تقواش بسیار بلند، عبادت میکرد، روزه و نماز میخون، هر روز نماز میخون. فکر با خودش که انا درست نمیگیره، شب اول برای زن ترک نماز کنم، گفته و از همسر اجازت گرفتن که مثلا حاضر من برمیگردم، مثلا در رکعت نماز کنم، الله اکبر، خدا بزرگ، تمام زن همه را فراموش کردن تا اینکه تا نماز صبح، سبحان الله، نماز خودن. شب روز کشید، صبح که دمید، اون روزه میگرفت، روزها گفت که پیش همسرم برم، روزه که نمیتونه ایمان نمیذاره. در روزش پوزا نرفت پیش همسرش، با روزه گرفت، روزه داد، شب کشید، روز سپری شد با روزه، شب هم که با نماز بود، روز هم با روزه. دوم شب وقتی که میدروید نزد همسرش، بازم سبحان الله، بازم نمیتونه در رکعت نماز خونه، الله اکبر، الله بزرگه، یعنی که دنیا تا پشت سر تا اونجا که بازم چی تا سحری نماز، سحر شد با همون تا، یعنی که
نمیتونم این روز الله عبادت برای زن روزه نگیرم. گفتم با روزه طاعت که 3 روز همین خیل ادامه داد. که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه از کلونش پرسید که احوال چخیله عبدالله چخیله. بعد اون فهمون که امیر احوال است رفت از پشت سر عبدالله گیری بود رفت پشت همسرت حق داره. چرا؟ چون که ترک نام معصیت کس، چون که از الله میترسیدن. الله حاضر ناظر اعمالشون میدونستن. سبحان الله. چقدر ما دور شدگی، چقدر فرسان ها فیصل چندین میل ها دوریم. سبحان الله. خدا رحم کنه. خیلی وقت گذشت. بله در آخر الله سبحانه و تعالی در دعا میکنه همه ما رو شما را تقوا را زیادتر بکنه. میرم محبت بندگیش تا دم مرگ با اخلاص با محبت بریا الله عبادت بکنیم. سر انجام مرگ با عزت نصیب روز دنیا و خدمت عبادت کنه. تمام جمله مسلمان مشکلش برطرف کنه. به خصوص فلسطین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم.